چطور الان؟ عالی. پاتو کیپ به کیپ گرفته؟ آره بسیار عالی. کیپ به کیپ. سیستم وکیوم. سلام، وقتتون بخیر باشه. این سیستمی که الان میخوام بهتون معرفی بکنم برای اولین بار ما داخل ایران رو ساختیم. برای افرادی که ته پاشون خیلی حساسه یا استامپ‌های خیلی کونیکال دارن که تعلیق خیلی خوبی توی پروتز نداره، یا از افرادی که سیستم‌های قفل نمی‌تونید براشون استفاده کنی، سیستم ساکشن سوکت براشون استفاده می‌کنید. ایشون با توجه شرایطی که داشته نمی‌شده برای سیستم قفل استفاده کرد چون یه انحرافی توی زانو داره. برای ایشون یه پیستون گذاشتیم و برای اولین بار یه چنین رینگی براشون در واقع خودمون ساختیم و براشون نصب کردیم. مشابه این میشه لاینرهای 5 رینگ، در واقع سیلینگ‌های 5 رینگ اوسر آمریکا. با این کاری که ما کردیم تقریبا با 1/3 قیمت تونستیم براشون همون کارهایی رو با 1/3 قیمت تونستیم براشون تامین بکنیم. ایشون شکایتش این بود که پروتز خیلی راحت از پام در میاد. ولی الان چطور آیا بود؟ اصلا یه چیز ناب شده، خیلی عجیبه. کاملا پامو نگه داشته. قفل چه روش با الان این وقتی اینجوری میپوشه از این پیستون هوا خارج میشه و کامل اون پای وکیوم ایجاد میشه. چطور آیا الفت الان؟ سیستم وکیومه چطور الان؟ بسیار عالی. ناب. چطور الان؟ عالی. پاتو کیپ به کیپ گرفته؟ آره بسیار عالی. کیپ به کیپ. سیستم وکیوم کاملا قبلی. راحتی الان؟ آره.